اگه خوزستانی‌ها می‌دونستن که بین سد دز و سد کرکه و رشته کوه‌های زاگرس یه روستای گردشگری و تاریخی با اقامتگاه‌های بومگردی و طبیعت بکر و هوای تمیز و غذاهای محلی و تفریحات آبی هیجان انگیز قرار داره، دیگه هوس سفر شما نمی‌کنه. تو اولین سری خوزستانگردی امسال بعد از 8 ماه آلودگی هوای شدید با اولین بارون پاییزی با ماشینای کجور رفتیم برای بازدید از این روستای جذاب. روستای گردشگری پامنار 40 کیلومتری دسفول قرار داره و به خاطر اقامتگاه و آداب رسوم محلی و طبیعت بکر و جزیره شهیون و پرنده نگری و قلعه تاریخی شاداب و تفریحات آبی هیجان انگیز دریاچه سد دز و صنایع دستی کپو بافی یکی از بهترین انتخابا برای سفر با خانواده و دوستانه. ما برای این سفر اقامتگاه بومگردی پامنار با مدیریت خانواده ساسانی رو انتخاب کردیم و هرچی از فضای زیبا و اتاقای روستایی و تمیز و منظم و مرتب و صبحونه‌های متنوع محلی و غذاهای خوشمزه‌اش بهتون بگم کم گفتم. تو ویدیوهای بعدی در مورد خود اقامتگاه و جزئیات این سفر بیشتر صحبت می‌کنیم. اسپانسر معرفی پتانسیل‌های گردشگری خوزستان مثل همیشه گروه خودرویی کجور، نمایندگی رسمی سایپا، مدیران خودرو، بهمن موتور و آفتاب خودرو.